سیوره کریمова 18 ساله است. سین است آغاز همه تلاش و آرزوها، اما او میگوید آرزو ندارد. 4 سال پیش حادثه به سرش آمد که تا حال رنج آن را میکشد. زیق میشم. خیلی من آرزو داشتم. منم تقایم به تکلم کرده که همین در به فتح سفید برم. یکی من عبورشون اکتی کرده که سیوره 14 سال داشت. مادرش در مهاجرت کاری بود. از مکتب برمیگشت. جوانی با بهانه تا خانه رساندن او را به ماشین سوار کرد و جای دیگر برد. جا مغازین درآمد ارسیکالا خرید. نمیخرید گفتم میخرم. ما ارسیکالا خودم خواهم برد. خواهم میخواستم طرف کلخاز ادیرو دایم. سیوره ادعا دارد تجاوز شده است. بعد آشکار شدن حادثه زیر طعنه و ملامت خویشان و مردم ماند. هم پدر و مادر دستگیری نمیکنن، هم خودش ضرر جسمانی و روانی دیده است، هم جامعه قبول نمیکنند. مکتب در معلم‌ها در مجلس گپ میزدن. من طلبه دخترای آبشی مجلس دخترها میشه میگفتن که خیرنگ هم نشوین، هم دخترم خیلی شد. با من میامدن دخترها میگفتن که در مجلس تر گپ زدن راسته هم خیلی شده. شما دیگه نرفتید؟ بعد دیگه نرفتم. ما کتی همسایه در بدر خرم گپ زدن دیدم. اقربای سیوره جای شکایت به پلیس برای به قبل خودشون به آبرو نشدن راهی مصالحه جستند. اون طرف هم گویا راضی شد به شرط ننوشتن شکایت سیوره را کلین کنند. برای هم عذابش توقعات کردم که میگیرم از سرم نگیر فکر رفت مسکو. حالا اقربای سیوره پشیمانند که سازش کردند. بهتر می بود به پلیس شکایت میکردند. حفظ ناموس یگانه مانع برای بررسی حوادث تجاوز جنسی در تاجیکستان نیست. پنهان میکنند و بعد چند سال گپ میزنند، یعنی جنایتکار رو علاقه یافتن غیر امکان است. به قول حقوق شناسان، نورسان در سیمای والدین دوستان خود را نمیبینند و پدر و مادر هم به وقوع آن دختر را مذمت میکنند. کودکان تنهایی میجویند، از آدمان دلخنک میشوند، از با یار و رفیقان دیگر به یگان کس باور نمیکنند. در 2 سال اخیر در تاجیکستان 120 حالت علاقه جنسی با نابالغان و تجاوز به قید گرفته شده است. اما مقامات نگفته است که چند تای آن اثبات خود را یافت.